سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. دلم از دیده می پرسد نشانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. شو می آید به پیشم عاشقانه، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده های عزیزی ما. امروز من سفر و البته تماشا داریم در مرکز پایتخت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، در مرکز هیکل اسماعیلی سامانی آغاز کردیم نواربرداری را. البته یک از این لحظه ها، از این منظره های زیبا همراه شمایان به هم میبینم و برای شمایان نیز توصیه میکنیم از این خیلی منظره های زیبا آمده وقت یافته استراحت کردنتان را. باز در مرکز شهر دوشنبه در این طرف که شما میبینید مانندی که در سمرقند است، یک بولوار گوییم، هم خیلی یک بولواری پردکک چخیره که برای ما همچون شهر خود است و در اینجا یک آشیانه بلند را میبینیم که بسیار هم آشیانه های زیاد دارد.
کوچه های خاطرم می آیی، در چهره‌ات یک عالمی زیبایی، دل ساده آزاده جولان زنان میخوانی، افسانه ها از عالمی رویایی، از کوچه های خاطرم می آیی، در چهره‌ات یک عالمی زیبایی، دل ساده آزاده جولان زنان میخوانی، افسانه ها از عالمی رویایی، لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم، لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم. حاضر ما در عین قرار داریم در کتابخانه بزرگ جمهوری تاجیکستان. لایق بزرگ گفته است ما بهر دلشناسان شعر و ترانه هستیم، بهر نواشناسان چنگ و چغانه هستیم، گویند که شاعر خوب فرزند دور خویش است، بهر زمان شناسان ما خود زمانه هستیم. خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم، می آرم قصه دیرینه را، آس می دارم آن همه گنجینه را، دوست می دارم لذتی گم گشته را، چون روی مادر صحبتی آینه را، یاد می آرم قصه دیرینه را، پاس می دارم آن همه گنجینه را، دوست می دارم لذتی گم گشته را، چون روی مادر صحبتی آینه را، با کلچه قندینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی، با کلچه قندینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی، لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم، لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم. جدایی ها به من زودتر رسانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید، دلم
از دیده میپرسد نشانش سبز به ناز میآید محرم راز میآید. اینک دوستان عزیز حاضر دیدن که ما ثبت کردیم نوار گرفته شدیم باز نوار برداری ما برای ما یاردم دادن عکس ها گرفتن لحظه های بسیار هم زیبا منظره های زیبای تاجیکستان رو همراه شما با هم میبینیم با ما باشید با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. چو میآید به پیشم عاشقانه سبز به ناز میآید محرم راز میآید به دور قامت سرو روانش سبز به ناز میآید محرم راز میآید سبز به ناز میآید محرم راز میآید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز میآید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز میآید. کشیده دیده نواز میآید وسوسه ساز میآید دلم از بند غم گردن کشیده دیده نواز میآید وسوسه ساز میآید خیال لحظه های عاشقانه دیده نواز میآید وسوسه ساز میآید ها منو از غم کشیده دیده نواز میآید وسوسه ساز میآید سبز به ناز میآید محرم راز میآید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز میآید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز میآید. سبز به ناز میآید محرم راز میآید که تا یادم رسد گل بو بمانم سبز به ناز میآید محرم راز میآید به لبهایم بمالم لاله ها را سبز به ناز میآید محرم راز میآید لبم را با لبانش گل نشانم سبز به ناز میآید محرم راز میآید سبز به ناز میآید محرم راز میآید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز میآید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز میآید. وای وای من آمده ام عشق فریاد کند من آمده ام کنار. سلام دوستان عزیز باز یک روزی نیکو شادمانی ما در دیار زیبا مسکن تاجیکستان در قلعه حصار امروز آمدیم همراهی بانوی هنر استادی عزیزی ما البته نصیب رستم زاده همراهی ما نوار گرفته ایستادن و این لحظه زیبا را این یک کاشانه که بسیار هم زیبا است تاریخ کهنساله دارد مانند سمرقند و بخارا تاریخ دور و دراز دارد همراه شما با هم میبینیم البته با ما باشید با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم رفتیم.
متاسفانه در اینجا نقش آوری شویده است. دخترکان تاجیک با یک لباس های تاجیکی سر لباس های زیبا و عروسی را نشان داده ایستادند. السلام علیکم، خوش باشید. ما از سمرقندیم، برای تماشای انامین قلعه حصار سرزمین تاجیکان آمدیم. السلام علیکم. نامتون چی شمایه؟ حلیمه. خواهر اپر یخ میگن یا هم خیر؟ برادر ویرات ها. نمونه در دوره های قدیم در اینجا مانند امروز که حاضر بناهای نو قد راست شده ایستاده است، این آن لحظه ها را نو ساخته ماندند. پیش از همه خوش آمدید به حصار. یکی از جایهای قدیمه تاجیکستان بوده. تاریخی زیاده از 3000 سال را دارد. معنای کلمه حصار قلعه، جای احاطه شده با دیوار. حصار در گذشته یکی از شهرهای بزرگ ابریشم بود و هنرمندان حصار با هنر خویش، با زمین‌های خویش خیلی شهرت داشتند. 2600 سال پیش حصار یک قسم امپریای هخامنشی ها بود. 2350 سال پیش اسکندر مقدونی حصار را تصرف کرد. امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر. همه خیلی سلاله ها زیاد بودند. کوشانیان، هیتالیان، ساسانیان. در آغاز عصر 8 به حصار والی خراسان قتیبه ابن مسلم از خلافت اموی ها لشکر کشید و همان زمان نام این شهر حصار شد. قبل از آن باشد شومان بود. شومان یعنی جای آباد، جای زیبا، جای بلندی. خب بعد از خلافت اموی ها دولت عباسی ها، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، اولوس چغتای، تیموریان، شیبانیان، اشترخانی ها. در عصر 19 حصار یک جزء امپریای روسیه شد و همان زمان امروزه تاجیکستان، ازبکستان، قسما ترکمنستان و قرقیزستان یک دولت شدند، امارت بخارا. در امارت بخارا ولایت از ترمیز ازبکستان تا دروازه تاجیکستان نامش بخارای شرقی بود. در بخارای شرقی 8 بیکیگری بود. بیکیگری های دهنال، حصار، قبادیان، قرغانتپه، قراتگین، درواز، بلجوان و کلاب. حصار باشد پایتخت بود. به همین خاطر سال 1920 بعد از آمدن ارتش سرخ به بخارا آخرین امیر امارت به حصار آمد. امیر علیم خان 6 ماه در اینجا زندگی کرد. از اینجا به افغانستان رفت. سال 1944 در آنجا از عالم چشم پوشید. بعدا شوروی که آمد سال 1924 تاجیکستان شوروی تأسیس یافت. حصار باشد رو به خرابی نهاد، چون که آن زمان شعار همین بود که دنیای کهن رو زیر و زبر میکنیم و دنیای نو میسازیم. از شهر باستانی حصار یک چند یادگاری ها تا به ما آمده رسیدن. یکم قلعه حصار از 3 تپه اساسی عبارت است. بلندترین جایش جای حاکم نشین بود. قصر حاکمی حصار خراب شد. از سر نو برقرار دارند. در آینده باید آثارخانه شود. دویم قسمت قلعه بالای آن تپه جای زیست خدمتگاران، جای اسب و شتران و انبار بود. نام آن قسمت اشترخانه. یک قسمتی کلان باشد نامش اسکرخانه، جای زیست سربازان حاکم بود. 400 سرباز در حفظ قلعه و حاکم در همین جا میزیستند. گرداگرد قلعه تا حال گویم باقی مانده دیوارهای قلعه هستند، همون تپه ها. باز نوروزگاه و چایخانه و رسته هنرمندان و دروازه در داخل قلعه بخشیده به جشن 3000 سالگی حصار سال 2015 از نو احیا شدند. دروازه اساسی قلعه
500-600 سال تاریخ دارد. قسمت بالاییش خراب شدگی، قسمت پایانیش اصلی. حاضر برقرارسازی خود حاکم قصر حاکم ایسار رفته است. شهر ایسار باشد گرد و گردی قلعه بود. شهر نیز با دیوار احاطه شده بود. درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندیش تا 8 متر، پهناییش تا 5 متر و بالای همان دیوار میرشب با اسب و عرابه چرخ زده شهر را نظارت میکرد. دروازه های حصار چنگاب غربیش، شکری جنوبیش، خاک سفید جنوب و شرقیش و دروازه شمالی باشد چشمه ماهیان نام داشتند. از همان دیوار دروازه دیوارهای گرد شهر یک 100 متر باقی مانده از نو خلاص. از بیناهای شهر باشد بیرون از قلعه حصار مسجد سنگینی عصرهای 8-16، مقبره مخدوم اعظم عصرهای 10-16، مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نو عصر 17، باقی مانده کاروانسرای عصر 19، باقی مانده طهارتخانه عصرهای 15-16 مانده است و خلاص. من آمده ام عشق فریاد کند. من آمده ام که ناز بنیاد کند. من آمده ام وای. ای دلبر من الهی 100 سال شبی در پهلوی ما نشسته همسایه شبی که دست به ما سایه کنی. شاید که نصیب من بیچاره شبی. من آمده ام وای وای، من آمده ام عشق فریاد کند. من آمدم که ناز بنیاد کند. من آمدم وای. ما در بالایی در بلندی قلعه حصار حاضر هستیم. این منظره که از تاریخ برای ما هم یادآوری مانده است. اینجا شهر حصاری باستانی کوهستان. جان شیرین تاج سر کن دوست را، جای در مغز جگر کن دوست را. آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روز سخت. بیا که برویم از این ولایت من و تو. بیا که برویم از این ولایت من و تو. تو دست منو بگیر و من دامن تو. جایی برسیم که هر دو بیمار شدیم. تو از غم بی کسی و من از غم تو. من آمده ام وای وای، من آمده ام عشق فریاد کند. من آمده ام که ناز بنیاد کند. من آمده ام عشق فریاد کند. من آمده ام که ناز بنیاد کند.
من آمده ام با